سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم چطوری اکانت گیتهابتون رو به VS Code وصل کنید تا بتونید پروژه هاتون رو با دیگران به اشتراک بذارید. اولین چیزی که نیاز دارین خود برنامه VS Code که لینک دانلودش رو توی دیسکریپشن میذارم. و دومین چیزی که نیاز دارین یک اکانت گیتهابه. اگر ندارین بریم بسازین و اگر دارین لاگین کنید. خب بعد از اینکه لاگین کردین برین داخل برنامه VS Code و روی این گزینه بزنید Turn on Remote Tunnel Access رو کلیک کنید. روی این گزینه بزنید و Sign in with GitHub رو بزنید. وقتی این صفحه باز شد روی Continue بزنید، گزینه رو بزنید و Open Visual Studio Code رو هم بزنید. الان شما با GitHub توی VS Code تون لاگین کردید. الان باید یه دونه اکستنشن رو نصب کنید. روی گزینه اگه این گزینه براتون میاد روی گزینه شو اکستنشن بزنید و اگر این گزینه نیومد سرچش کنید. توی بخش اکستنشن ها سرچش کنید. من الان اینو اینیبل میکنم چون از قبل نصبش داشتم. شما باید اینستالش کنید اول کار. و همین. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم به کارتون اومده باشه.